خب همونطور که میدونید اول باید سیدبندی اول رو قرعه کشی کنیم که تو قسمت‌های مربوطه قرار میگیرن و بعد از اون میریم قسمت سیدبندی دوم و به همین ترتیب قسمت‌های بعدی هم قرعه کشی انجام خواهد شد. و یادتون باشه که این کشور که تیمایی که برای کشور هستن توی گروه قرار نمیگیرن. بریم سراغ پاد اول. تیم پاختاکور از ازبکستان، قهرمان ازبکستان و 2 بار تیم دوم شده ولی نتونسته تا حالا قهرمان آسیا بشه. ماکسیم شاخسیخ هم که مربی این تیم هستش و تو گروه A قرار میگیرن. قسمت اول تیم اول گروه B السد هستش از قطر، 2 بار قهرمان شده 1998 و 99 و اخیراً 2011 16 بار تو خود لیگ قطر قهرمان شده و تو قسمت اول گروه B قرار میگیره. تو گروه C اولین تیم از عربستان هست الاتحاد و در طول این پنجره انتقالاتی تونست بازیکن‌های زیادی رو بگیره و 2004-2005 قهرمان شده. 2022 تونست قهرمان بشه تو لیگ خودش. و الان بریم سراغ گروه C. گروه D 2 تا تیم موندن از ایران و عربستان. گروه D اولین تیمش الهلال عربستان میشه. بهترین و موفق‌ترین تیم تو آسیاست که 4 بار قهرمان آسیا شدن 1991 92 2019 و 2020 و تو گروه D اولین تیم الهلال میشه و آخرین گروه هم قطعاً پرسپولیس هستش. بله پرسپولیس از ایران. بله بله گروه آخر گروه آخر 2 بار تونستن نایب قهرمان بشن و تهران هم قهرمان شدن. نزدیک بودن 2 بار قهرمان بشن ولی متأسفانه نتونستن. بد شانس بودن نتونستن جام قهرمانی بالا سر ببرن متأسفانه. و تو گروه E پرسپولیس تیم اوله. اولین تیم ها از تو گروه ها مشخص شدن. خب حالا بریم سراغ قسمت دوم و سید دوم. بریم سراغ تیم دوم. اولین تیم از سید 2 الفیحاء هسته از عربستانه. اولین بازیشون رو دارن انجام میدن تو لیگ قهرمانان. پس تیم دوم گروه A شد الفیحاء از عربستان. دومین تیم از پاد دوم میشه نصف قرشی. گروه B پنجمین شرکتشون و حضورشون تو مرحله گروهی هستش و تو گروه B قرار میگیرن. تیم دوم با اسد قرار بازی کنن. نصف قرشی. دو تا ایرانی تو باشه قطری وجود داره بازی میکنن. سپاهان تو گروه C قرار میگیره. سپاهان در گروه C قرار گرفت. سپاهان ایران در گروه سوم با الاتحاد. اولین تیم ایرانی که 2007 تونست به لیگ قهرمانان فینال لیگ قهرمانان
با بچهای ما بازی میکنه. به نظرم نساجی میره قسمت دی، چون به خاطر این محدودیت کشوری که داریم. الدحیل تو گروه دی قرار میگیره، تو گروه ای قرار میگیره به خاطر اون محدودیت که داشتیم. نساجی هم که با الهلال خورد و به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم نیمار و بنزما چه به خاطر محدودیت که داشتیم، پس نساجی نمیتونه تو گروه این قرار بگیره، به خاطر همین تو گروه دی قرار میگیره. آخرین تیم هم نساجی مازندرانه از کشور ایران. اولین بازیشون رو تو مرحله گروهی لیگ قهرمانان دارن انجام میدن. نساجی و سپاهان تا الان مشخص شدن، قاعدتاً حریفای خیلی قدری دارن برای تقریبا نصف کار رو انجام دادیم. الدوئل هم سخته. اشاره کردیم که مایکل داره ادمینسون، ببینیم که کدوم تیم‌ها قراره همگروه این تیمایی که انتخاب کردیم بشن. به همون منوال ما قرعه کشی رو انجام میدیم. خب الان دیگه هیچ محدودیت کشوری نداریم و به ترتیب قرعه کشی رو انجام میدیم. یعنی فعلا گروه اول پرسپولیس هم رقیب سختی خواهد داشت. بله الدوئل هم عرض کردم که اولانگای کنیایی موزلی مهاجم قرار اضافه بشه. ادمیلسون مهاجم برزیلیشون خوب گل میزنه. اهل اف سی هست که به گروه A اضافه میشه. سال قبل شرکت کردم و چهارم شدن تو گروه مرحله گروهی. ولی خب فکر کنم بازی سختی خواهد داشت تو گروه A. باشگاه بعدی که اسمش در میاد الفیصلی هست که تو گروه بی قرار میگیره از اردن. ببینیم چه اتفاقی میفته. قهرمان شدن تو تیم خودشون، تو لیگ خودشون. و منتظر سپاهان باشیم در گروه سی. اولین بازی مرحله گروهی تو لیگ قهرمانان دارن انجام میدن. الفیصلی. آقا کریم بنزما فعلا اصفهان. میریم سراغ تیم بعدی. بله. اشاره کردیم الاتحاد و سپاهان. الاتحاد ستاره‌ای مثل کریم بنزما تیمی که به الاتحاد و سپاهان اضافه میشه، ببینم تیم سوم نیروی هوایی عراق هستش. نیروی هوایی عراق خوبه. 3 بار به صورت متوالی AFC کاپ رو بردن. 2016 17 و 18 in AFC Champions League in Group C position 3. منتظر نساجی گروه دی باشیم. توسط تیم مومبای سیتی از هندوستان. خوبه. اولین تیم هندی هستن که تونستن تو لیگ قهرمانان شرکت کنن. به حال هر دو الان قراره که تو گروه دی با الاهلی و الهلال و نصر فرشی سخت در نظر میگیریم، یکی یه دونه هم آسون باید هم نساجی اولین حضورش و تجربهش هم مومبای سیتی مال هندوستانه. از این نظر استقلال ببینم پرسپولیس رو. استقلال هست که از تاجیکستانه و تو گروه این قرار میگیره. استقلال تاجیکستان. اتفاقا استقلال هم تیم تقریبا تیم خوبیه. 2021 تونستن تو لیگ قهرمانان شرکت کنن و بازی خوبی از خودشون به نمایش گذاشتن. حالا چهارمی‌ها خیلی مهمن. اینجا تو چهارمی‌ها ببینیم کدوم تیم‌ها رقیب تیم ایرانی میشن. با قرار بازی کنه. خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. آخر پات آخر که این گروه بندی رو کامل میکنه. گروه A العین رو داریم از امارات، شارجه از امارات، 2 تا باشگاه از ازبکستان، نوبهار و AGKM. همونطور که گفتم 2 تا تیم از یک کشور نمیتونن شرکت کنن تو یک گروه. النصر و
و تیمایی که اشاره کردم نمیتونن توی گروه قرار من فکر کنم بگیرن. تا الان پرسپولیس گروهش اولین دو تا باشگاه- نماینده ما سخت‌تره. Actually, we don't know which group yet. So first ball from گروه this سخت و pot. جذابی آره، شد دیگه. استقلال اونجوری که شما تاجیکستان. فکر می‌کردید اون گروهی که چیده AGMK بودید فوتبال کلاب از نشد. Coming ازبکستان. from Al-Malik City, near آلقالیق Tashkent, اشتباه نکنم AGMK آلقالیق باید بله باشه. آلمانیه. making their آلمالیق ازبکستان AGMK هم بهش میگن. Champions League in 2021. تو گروه C And they قرار will be میگیره همونطور که now مشاهده می‌کنین. looking forward for their second season and they will take position 4 in group C. So it will be Al Ittihad, Sepahan, Air Force Club. خب حالا ببینیم که کدوم تیم بعدی هستش تو گروه قرار میگیره. النصر احتمال خیلی زیاد به پرسپولیس. احتمالاً به آره دیگه پرسپولیس همه می‌خوره. گروه عربستانی دارن دیگه. نگاه کن A داره B داره C داره D هم داره E نداره دیگه. العین النصر هست. میاد از احتمالش هست. Al-Ain FC champion on 2002-2003 قهرمان 2002-2003 که تیم تایلندی رو شکست دادن. ما نمایندم داشتیم در العین اون زمانی که قهرمان آسیا شد. گروه فرمان نجیبی A بود. رو کامل میکنن. آخرین تیم تو گروه A میشه العین. Al-Ain گروه B Group A position 4. آلمانیق هم در گروه C قرار گرفت. رقیب سپاهان تیم ایران. بعدی از سید 4 شارژه هستش از امارات. به نظرم سپاهان اگه الاتحاد کنار بذاریم چهارمین کارش می‌تونه. حضور متوالی برای شده لیگ صعود رو قهرمانان هست. دو تا نماینده تو ما گروه B قرار میگیرن تیم چهارم و با اسعد و نصف و فیصلی قرار بازی کنن از امارات. دو تا دیگه تو مونده که خب میدونیم که کدوم حالا تو الهلال کدوم قطعاً تیم تو النصر کدوم و الهلال گروه نمیتونه قرار بیفته بگیره گروه با توجه دی. به محدودیتی که داریم. اگر در بیاد اسم النصر نوبهار باید بره قراره E. تو گروه دی قرار بگیره. نوبهار از کجا میره؟ ازبکستان این تیم و در نهایت همون النصر. اولین باره که تو لیگ قهرمانان و قسمت گروهی قرار حضور داره. الان گروه مرگ و زندگی رو حالا با هم بررسی می‌کنیم. و باعث افتخار قطعا ازبکستان هستش. تو قسمت 4 گروه دی قرار میگیره و اولین بازیشو با الهلال قرار انجام بده. نوبهار تو قسمت 4 گروه دی قرار میگیره. ببین نساجی خیلی خوبه آخرین مونبای توپ سیتی و و نوبهار آخرین بد نیست. تیم قطعا باید النصر باشه که تو قسمت و گروه دی قرار میگیره تیم 4. آقای رونالدو خوش اومدی به همه میان دیگه. آره دیگه. الان الهلال اسم النصر گروه برگشته مرگ بعد از یک فصل واقعا غیبت، پرسپولیس باز گروهش برگشت به لیگ سخته. قهرمانان. آقای پیروانی النصر هم که نرفتن چون بازی تیم به حال چهارم گروه پرسپولیس ای میشه. زبان خیلی جالبه. پرسپولیس الان اونجا نماینده نداره. تیم جالبی با هم افتادن. سرپرست یا اون مدیر تیم که پیروانی باید خب حالا بریم یه ویدیو در مورد تیم هایی که از شرق آسیا هستن.